سلام بچه‌ها، به یه ویدیوی ترسناک خوش اومدین. خاطرات ترسناک ولی این سری متفاوت. خاطرات ترسناکی که از طرف یک شخصه و اونم زنموی بنده است که یه سری خاطره های ترسناک رو به صورت وایس برای من فرستاده و امروز قراره اونا رو با هم بشنویم. گوش بدید، نظراتتون رو توی کامنت ها حتما بهم بگین. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. سلام آیدا جون، شبت بخیر. میخواستم یکی از داستانایی که برای ما پیش اومده بود راجع به خاطرات ترسناک برنامه یوتیوبت میخواستم بگم براتون. اینو ما یه دامادی داشتیم، کشاورز بود این داماد ما. بعد یه شب که میاد میره با ماشین کار مال کشاورزیش، این ابزار کشاورزیشون، میره سر مزرعهشون. بعد از اینکه کارشون رو انجام میده و برمیگرده، ما یه قسمتی توی اون روستا هستش میگفتن که اونجا ارواح مثلا رفت و آمد میکنه و اجنه هستن اون قسمت ها. اینا خیلی حالا مثلا برای ما خنده‌دار بود، ولی خب خودشون اعتقاد داشتن که اون قسمت همچین چیزایی هست و یه نیروهای سنگینی و یه اتفاقات خیلی بدی و وحشتناکی اونجا رخ میداده اون قسمت، اون منطقه. خلاصه یه شب این داماد ما که برمیگرده از مزرعهشون، نیمه شب بودش، خب هوا هم یه حالتهای مهتابی داشته. این گفت توی مسیر که داشته به سمت روستا می اومده، به همون قسمت که میرسه احساس میکنه یه نفر وسط اون جاده دراز کشیده است و وسط جاده هی داره بلند میشه، میشینه، دوباره دراز میکشه. این به خیالش که شاید حیوانی یه چیزی باشه، سرعتش رو کمتر میکنه تا زمانی که میرسه به همون قسمتی که این سایه رو دیده بود. چون حالت مهتابی بوده شب، این احساس کرده مثلا یه سایه ماننده احساس کرده بود حیوانی چیزی باشه توی اون بیابونه مثلا اون قسمت رفته. بعدش میرسه به همون نقطه، خب اون چیز ناپدید میشه، سایه ناپدید میشه. خودش جوری که خودش صحبت میکرد اینجوری بود که اطراف رو نگاه کردم چیزی نمیدیدم، ولی احساس میکردم که فضای اطرافم سنگینه، یه جورایی مثلا حتی نفس کشیدنم برام سنگینه. گفتم یه جورایی مثلا احساس میکرده حالت خفگی داره. بعدش خب همون احساسش شاید نسبت به همون اتفاقات و اون قصه هایی که تعریف کرده بودن، گفته شاید مثلا من توهم گرفته باشم، شاید اینکه طبق اون قصه ها و روایت هایی که از قبل شنیده بود از پدراشون و از مادراشون یا از پدر بزرگا، حالا اینجوری شاید روش تاثیر گذاشته. بعدش گفت زمانی که از اون تیکه گذشتم، از اون مسیر رد شدم که دیگه میخواستم رد بشم، احساس کردم دست یه نفر روی شونه هامه. همین حس و همین حالت و همین حالت نفس زدن ها رو احساس میکردم پشت گوشم، اینکه یه نفر گوشه شونه منه و دم گوش من داره نفس میزنه. این برمیگرده، زمانی که برمیگرده گفت یه چهره من دیدم، یه چهره بسیار بسیار زشت. انقدر ترسیده بود حتی ما ازش سوال میکردیم این نمیتونست برای ما توصیف کنه که چه شکلی بوده، چه جوری بوده. فقط میگفت خیلی خیلی وحشتناک بوده چهره این جونور، این حالا هر چی که بوده، حالا نمیدونیم اجنه اسمشو ببریم. بعد دیگه خلاصه حالا بعدها اینا رو برای ما خیلی راحت توضیح میداد. زمانی که این اتفاق براش پیش میاد، از بس از هیجان و از ترسش این داد میزنه،
گفت فقط همون دادی که زده بودم مثلا من تو ذهنم هست و دیگه هیچی خاطرش نمیاد. این شب خب دیگه نمیرسه خونه تا فرداش نزدیکای ظهر همه دنبالش میگردن که نیستش و چرا نیومده و این قرار بوده ساعت 3 شب دیگه خونه باشه و برمیگردن میرن مسیری که قرار بوده به سمت یعنی از روستا میره بیرون به سمت مزرعه علی، اینا میرن همون مسیر رو که میرن برمیگردن میبینن که این ماشین کشاورزی علی پایین جاده افتاده و علی هم به حالت غش و بیهوشی توی این ماشینش افتاده و اینو دیگه برمیدارن میبرن بیمارستان و حالا طی درمانی که براش انجام میدن یه جورایی علی نزدیک 12 روز تو کما بود. زمانی که بستری بود دیگه بیمارستان، دکترها اصلا میترسیدن، میگفتن نمیدونیم این چه حالی داره. اسکن هرچی هم ازش میگرفتن که اسکن ها چیزی نشون نمیدادن، فقط یه شوک خیلی قوی به این شخص وارد شده. این چیزی که به ما میگفتن به این شخص وارد شده و بریم دعا کنیم براش که این به هوش بیاد. بعد از 12 روز که به هوش اومد آروم آروم ازش سوال میکردن، صحبت میکرد ولی هیچ کس هیچی از اون شب ازش نمیپرسید، چون دکترها به ما تاکید کرده بودن که چیزی ازش نپرسین تا خودش برای شما تعریف کنه که چه اتفاقی افتاده. زمان گذشت، نزدیک یه 20-25 روز بعدش چون حالت لال شدن گرفته بود، زبونش اصلا نمیتونست بچرخه، حرف نمیتونست بزنه که دیگه خودش زبونش بهتر شد و ماجرا رو برای ما تعریف کرد. گفت یک موجود بوده، اون چیزی که مثل همون چیزایی که قصه ها همیشه میگفتم مثل قصه است. الان من دارم اینو میگم، شاید پدر بزرگای ما برای ما قصه تعریف میکردن ولی من خودم واقعا این موجود رو دیدم و فقط تونستم یه داد بزنم، هیچ چی دیگه ای نمیتونستم بگم. و بعد از اینکه این دادو زدم، حالا اون نیرو، اون اتفاق برداشته شد و من از جاده منحرف شدم و پایین جاده افتادم. فقط همین. حالا ما ازش میپرسیدیم که قیافش چجوری بوده، فقط میگفت گرمای بسیار بسیار زیادی داشته، مثلا حالت خیلی شدید، اون گرما، اون سنگینی که توی اون فضا برام ایجاد کرده و ترس خیلی خیلی زیاد و شدیدی که بهش وارد شده بود. من هر بار که بشنوم برام ترسناکه و اصلا نمیتونم تصورش کنم که دست و قیافه ترسناک و خیلی بده. خدا رو شکر که اون شخص سالمه الان، واقعا اتفاق بدیه. امیدوارم هیچ کدوممون تجربهش نکنیم. خب بچه ها، این از داستان اول و وایس اول. یه وایس دیگه هم برامون فرستادن، مرسی، دستشون درد نکنه. بریم سراغ وایس دوم. میخواستم یه خاطره دیگه براتون تعریف بکنم. خاطره دومم در اصل براتون دارم میفرستم. این بود که ما توی این اقواممون یه حسن آقایی داشتیم. این حسن آقا همیشه میگفتش که من دم غروب ها که میشه، اذان که خونده میشه، احساس میکنم یه نفر منو صدا میزنه یا منو مثلا صدام که میزنه به من میگه تو دعوتی امشب به مثلا مراسم فلانی. وقتی صحبت میکردم، وقتی پرسجو میکردم، مثلا میگفتم که دیشب یکی به من اینو گفته و صدا شنیدم که به من گفتن که مثلا عروسی پسر فلانی هستش.
آیا عروسیش هستش یا نه، یا مراسم داریم همچین مراسمایی که همیشه هم با نه بابا پسر فلانی هنوز بچه است و کوچیکه و نه اصلا همچین چیزی نیست، یا دختر فلانی نه بابا شوهر کرده چند ساله مثلا 2 بچه داره دیگه. این همیشه براش سوال بود که مثلا این صداهایی که میشنوه یا صدای مثلا زن بودن یا صدای مرد بودن. کلن این دعوت میشده به یه مراسم های مثلا جشن و پایکوبی و چه میدونم از این عروسی، مثلا یه چیزی مثل عروسی باشه. خلاصه یه شب میاد بعد از این که دیگه این سوال میپرسه که مثلا شنیدم عروسی پسر فلانی هست، میفهمه که نه اصلا همچین چیزایی نیست. میگه اگر یه صدای دیگه، اگر کسی باز منو دعوت کرد یا صدام زد، من میرم دنبال این صدا، من مثلا پیگیر این صدا بشم، ببینم مثلا این از کجاست و علت چیه و چرا من باید اینجوری باشم. و یه شب دم غروب هستش، تو حیاط خونش نشسته. اینا توی روستای خیلی دورم زندگی میکنن. توی حیاط خونش نشسته و یه نفر صداش میزنه، یعنی در حیاط زده میشه و این به دنبال صدا که میره میگه کیه، مثلا در میزنه، بهش میگن که عروسی پسر فلانی هستش، بیا فلانجا. میره تا در رو باز بکنه، خب هیچ کسی رو نمیبینه، مطمئنا کسی اونجا نیستش، فقط این صداها رو میشنوه و دنبال مثلا ساعت فلان یا نیمه شب مثلا عروسی پسر فلانی هستش، بیا اون نقطه یا اون قسمتی که این بهش آدرس میده. اینم میگه بذار برم دنبالش. میمونه بیدار تا اون تایم نیمه شب که میرسه، راه میفته و میره همون قسمت. یه قلعه مخروبه نزدیک این روستا هستش، بهش میگفتن کلا قلعه راهزن، بهش میگفتن از قدیمی ها. مثلا حالا جای راهزنا بوده، هر جوری که بوده دیگه برای ما هم اینجوری تعریف میکردن. که رفتم نزدیک اون قلعه بوده، احساس کردم از دور نگاه کردم، از رودخونه رد شدم، پایین قلعه یه چشمه بود که این چشمه، دور این چشمه احساس کردم یه سری مثلا سایه ها هستن، بلند میشن، میشینن، میگن، میخندن، سر و صدا هستش. این از دور تاریکی رو که مثلا رد میکنه میرسه به اینا، میبینه که یه گروه خیلی بزرگی هستن که زن و مردن، حتی بچه هم داشتن. اینا با هم دیگه دارن میگن، میخندن، غذا میخورن. بعد با تعجب بهشون میگه مثلا شماها کی هستین؟ فکر میکرد اینا شاید کولی باشن، مثلا اومدن تو اون فصل، کلا فصل کولی ها هم بوده، مثلا رفت و آمد میکردن، شاید اینا کولی باشن که مثلا اونجا موندن، اتراق کردن و میزنن میرقصن. حالا اینم رفته به هوای این مثلا که اینا صحبت کردن، صدای زدن، شاید همینا باشن. ولی خب میره قاطیشون میشه، میگن نه امشب عروسی فلانی هستش، پسر فلانی هستش و تو هم بیا به جمع ما خیلی تو رو دعوتت کردیم ولی تو نمی اومدی تو مراسم های ما مثلا شرکت بکنی. حالا خیلی خوشحالیم که تو امشب اومدی و کنار ما هستی، بیا با ما برقص و کنار ما باش و شادی های ما مثلا کنار شادی ما باش. خلاصه اینا میزنن میرقصن و اینم باهاشون میرقصه. گفت قشنگ تمام رقصاشون مثل رقص محلی خودمون بوده، همون مناطق خودمون، مثل خودمون میرقصیدن. حتی مثلا اسم پسرهایی رو که صدا میزد یا دخترهایی رو که صدا میزد برای من همه آشنا بودن و اینکه من زمانی که با اینا میگفتم میخندیدم ولی در نگاهاشون یه نگاههای شیطنتی هم میدیدم، مثلا اینکه قیافه های شاید یک لحظه احساس میکردم شیطانی هن چهره هاشون، ولی خب با خودم میگفتم شاید که اینکه برای من این شکلی مثلا نشون میدن، چون اون چیزی که احساس کردم، حس کردم شاید اینا اجنه باشن، شاید اینا مثلا یه چیزایی باشن که ماورا باشن. برای خودم مثلا اینا بوده
دیدم، گفتن برام تعریف کردن، شاید تو ذهن خودم، پس زمینه ذهن خودم من این شکلی دیدم اینا رو، یا اینا همون کولیا باشن، در اصل همون کولیان که من کنارشونم. خب پس منم بزنم برقصم خوشحال باشم. خلاصه این شب میگذره و صبح میشه. صبح گفت بیدار که شدم، نه هیچ جای آتیشی بوده، نه کسی دور بر من بوده، نه کسی کنار من بوده. فقط زمانی که از نور آفتاب که به من خورده من از خواب بیدار شدم، احساس کردم هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ چیزی پیش نیومده. یعنی همه اینا رو من حس کردم توی خواب دیدم. و اینکه زمانی که من اومدم برگشتم، گفتم شاید تو خواب راه رفتم، اصلا شاید اینا اصلا خواب بوده. ولی زمانی که اومدم خونه خیلی درد احساس کردم توی پاهام، خیلی درد احساس کردم روی انگشتای دستم که اینا خیلی منو مثلا تکون میدادن یا اینکه باهاشون رقصیدم. خیلی بدنم درد میکرد، کوفته شده بود بدنم. برگشتم به روستا و اینکه به اولین کسی که رسیدم این داستان رو براش تعریف کردم. حتی اسامی که برای من اونجا اسپرده بودن اینا خیلی وقت پیش مرده بودن، اشخاصی بودن که اصلا مردن و وجود نداشته اصلا توی روستا. مثلا من بهش گفتم آقای مثلا فلانی، حاج فلانی یا کربلایی فلانی مثلا دیشب توی مراسمی بوده، به من گفتم برو به فلانی اینو بگو کربلایی فلانی دیشب توی این جشن عروسی بوده، کنارش بودم و با هم گفتیم، خندیدیم، رقصیدیم، شاد بودیم. ولی من متوجه شدم که مثلا کربلایی شاید نزدیک 70 سال پیش فوت کرده. و من اونجا فهمیدم که این اتفاقها و این صداها چیزایی هستن که تو دنیای ما زنده ها نیست و این اتفاقا برای من پیش اومده. بچه‌ها اینم از خاطرات ترسناک زنمون که 2 تا از داستاناشه و کلی داستانای ترسناک اینجوری داره. اگر دوست داشتین و خوشتون اومد حتما برام توی کامنت ها بنویسین که براتون پارت های دیگه‌ش هم بذارم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. بچه‌ها این داستان ها بر اساس واقعیت. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین.